اگر توی محله‌ای یه مسجدی مردم محل رو قوی کرد، اگر توی مسجدی توی محلی امام جماعتی مردم رو اهل تشخیص، اهل اظهار نظر، اهل گفتگو، اهل حساسیت نسبت به آنچه که میگذرد، اهل انتقاد در موقع انتقاد، اهل حمایت در موقع حمایت، اهل اعتراض در زمان اعتراض قرار داد، یه مسجد اسلامی داریم. حالا اگه اینجوری نشد چی؟ این مسجد اسلامی نیست دیگه. حالا من دیگه صریح‌تر صحبت نکنم. آقا ما یه زمانی توی این انقلاب بسیج اجازه نمیدن تو بعضی از مسجدها بزنیم تو تهران. من بسیج چیه؟ آقا بسیج یعنی مردم. اصلا شما که آخونده این مسجدی باید راه بندازی ما رو. پیغمبر مردم رو سازماندهی میکرد، شما الان باید این کارو بکنید. نه بسیج نداریم اینجا، برید آقا برید آقا. جوونا رو از مسجد هیئت امنا بیرون میکردن. تقویت آحاد، تقویت پیوندهای اجتماعی. بعضی ها دچار اشتباهن، دچار سوء تفاهمن، دچار بیدقتی هستن. دین یعنی امر مردمی. وقت شما میبینید تو هر محله یه مسجد هست، این یعنی چی؟ محل تجمع مردم. فکر میکنه مثلا باید بره یه جایی تنهایی یه گوشه‌ای سر بگذاره و مناجات کنه تنهایی با امام حسین یا امام زمان. نه خب بابا اون که کاری نداره، اون یه آلونکه. مسجد یا حسینیه نیست که این همه جمعیت تو شابیر. اون معماریش اینه، یه آلونک میسازن، برو تو اون برو اون تو. میگه که آقا مردم کجا اعتراض کنن؟ اسلام از اول دین، اصلا دین مال مردمه. محل تجمع مسجده. تو مسجد اعتراض میکنن، انتقاد میکنن، گفتگو میکنن، تشخیص مسئله میدن، تشخیص اولویت میدن، تشخیص راه حل میدن. این یه مسجدیه. نه اینجا مسجد فقط ذکر بگیم. آقا ذکر که خونت هم میتونی ذکر بگی، پس چه اومدی پیش من داری ذکر میگی؟ به جزئیات احکام دینی وقتی که شما نگاه میکنید میبینید دین یعنی آزادسازی مردم، قدرتمندسازی مردم. دونه دونه هر کدوم از احکام اسلامی، نماز که رکن دینه، محل اجتماعات براش قرار دادن. یه نمازی میخونیم و خب حالا همه رفتن. آقا حالا چی شد الان؟ بگیریشون در میرن. اینا خب مال اینه که ما از دین فاصله گرفتیم. حقیقت دین این نیست. اصلا فرهنگ زندگی جمعی، فرهنگ حال داشتن برای کار جمعی در وجود ما نیست. فرهنگ سینه میزنیم، نمازمون رو میخونیم، حالا ما خوبا رو داریم، کار بقیه نداریم. ولی زندگی جمعی، تازه اگه ما بخوایم یه آثار باستانی خیلی ارزشمند زندگی جمعی پیدا کنیم، یکی هیئت، یکی اگه بشه بعضی از مساجد که مردمی اداره میشن، نه یه تواقیتی بر اونجا سلطه دارن، مردم مشارکت ندارن، به نام هیئت امنا. طاغوت دیگه هیئت امنا. آقا هیئت امنا طاغوته؟ من نمیدونم. اگر هیئت امنا مردم را مشارکت میدهد طاغوت نیست. اگر به عنوان ریش سفیدی که به همه میگه خفه، این میشه طاغوت. طاغوت نه دم داره نه سم داره.